سلام، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با من. امشب قراره برم بیرون و این چیزی که میبینید شبیه خال شده، در حالی که جوش دستکاری شده است. یه جوش کوچیک بود، بعد دستکاری کرده انقدر مشخص شده، الان انگار خاله. تا قبل از اینکه برم بیرون برنامه‌مو بنویسم برای این هفته، چون یه سری کار دارم، یه سری جا باید برم برای دانشگاهم و اینا. هفته دیگه دانشگاهم شروع میشه دوباره، ترم جدید. نمیدونم شما هم اینجورین یا نه، ولی یکی از کارهایی که تو فهرست روزانم قرار میدم تماس‌هاییه که قراره مثلا تو طول هفته انجام بدم، یا حالا میگم امروز حتما به فلان جا و فلان جا زنگ بزنم، یا حالا میخوام نوبت بگیرم، یا حتی تماس‌های دوستانه‌ای هم که دارم از قبل برنامه‌ریزی شده است در این حد. هم برای اینکه خیلی اینجور بهتره، کارام رو نظم‌تره، و هم برای اینکه گاهی اوقات فراموش میکنم، مثلا یه حرفی هست یا یک چیزی رو باید بپرسم از کسی، یا حالا خبر بدم و فلان و این داستانا. هم برای اینکه فراموش نکنم و هم برای اینکه رو نظم بدونم کی قراره چیکار کنم. خیلی چیز کمک کننده یه همینقدر با جزئیات اگه برنامه ریزی کنید خیلی چیز خوبیه. من واقعا راضیم. چند روز پیش که با تناز رفته بودم بیرون، کادوی تولدمون بهم داد و یه دورس بود آبی که مثل مال خودشه، چون دیده بودم خیلی خوشم اومده بود. یه دونه از این ضد آفتابای بیوتی آف جوسان که این شکلی، از این مدلای استیکی بگن، نمیدونم اسمش دقیقاً چیه. و آره، ما خیلی اینجوری نیستیم که مثلا بذاریم روز خود تولد کادو بدیم و این داستانا. هر موقع که اون کادو تهیه شد فلان شد و این داستانا میدیم زودتر که استفاده بشه. و چون منم همین کارو کرده بودم، زودتر کادوشو بهش دادم. خب من الان لباس پوشیدم، آماده شدم که برم بیرون و همونجور که میبینید این استایل نهایی من با همون شلوار همیشگی. کلا این آبی کاربونی رو خیلی دوست دارم، چون هم خوش رنگه هم که به خودم هم میاد. یکم پیش متوجه شدم که امشب شب خاصیه، شبیه که مثل اینکه سیاره ها رو میشه بدون تلسکوپ دید و خیلی کم این اتفاق میفته و همین باعث شده که امشب یه شب خیلی خاص بشه، خوشحال کننده. اومدیم بیرون، این سازم آورده بودیم یه سری عکس باش بگیریم. البته من عکس نمی گرفتم، ولی خیلی قشنگ میشه توی نور از نزدیک. کلا ساز خیلی قشنگی بود و بله. یکم پیش پست به من زنگ زد، رفتم پایین و بالاخره بعد مدت ها گواهینامه‌ام هم رسید. خیلی خوشحالم. خیلی طول کشید البته تا برسه. فکر میکردم دیگه باید خودم برم تحویل بگیرم، ولی بالاخره رسید و دوران باشکوه لذت از رانندگی. البته قبلش هم میشد رانندگی کرد، ولی ترجیحم این بود که گواهینامه دستم باشه که دیگه با خیال راحت هرچی شد خیالم راحت باشه گواهینامه دارم. اینو باز کنیم. با فکر نمی کنم عکس روش قشنگ باشه، چون اون روزی که رفتم به افتضاح ترین حالت ممکن بودم و فکر نمی کردم دقیقا همونو میذارن. بعد متوجه شدم که دیگه چرا این شکلیه. نمیدونم چقدر اینجا مشخصه، ولی اگه نگاه کنید همش سفیده و هیچ چیزی اصلا توی چهرم مشخص نیست. فقط کلا یه سیاهی چشم معلومه و یه دوتا ابرو که اونم ابروام تیکه تیکه افتاده، یعنی یه بخشیش انگار سفیده یه بخشیش نیست. نمیدونم جریانش چیه. اصلا بماند که انگار من نیستم. این که کلا عادیه که شبیه خودم نباشه، چون توی کارت ملیم هم این اتفاق افتاد، ولی اینکه اصلا چاپ نشده انگار. و چرا این شکلیه؟ شاید مدل جدیده، من جدیدا رو ندیدم، دقت نکردم. خلاصه اینکه مهم اینه که داریم
کارتون و همین دیگه. یکم دیگه کلاس دارم و باید برم دانشگاه. این اولین کلاس ترم جدیدمه، ترم 2. اولش حوصله آرایش کردن نداشتم، گفتم همینجوری یه ضد آفتاب بزنم و برم، ولی گفتم بذار برای شروع یک شروع قوی داشته باشم، این خستگی رو از چهره باید ببرم. به هم ریختگی پشت توجه نکنید، اتاقی که می‌بینید اتاق خواهرمه و یکم نور اینجا هم جالب نیست، ولی خب دیگه کاریش نمیشه کرد. معمولا اینجا من آماده میشم و برای ویدیوها فقط میرم تو اتاق خودم که حالا لباس بپوشم یا آرایش کنم. در غیر این صورت حالت عادی اینجام، چون همه لوازم و این داستانا اینجا گذاشته، راحت تره. بسته به دستم رسید و همونجور که روش نوشته یه سری کتابه که قرار بود من معرفیشون کنم. خیلی واسهشون خوشحالم. اول اینکه این اولین معرفی که کلا دارم و جدای از اون کتابش، وقتی راجبش خوندم که حالا مثلا چیه و این داستانا، احساس کردم که قراره ازش خوشم بیاد. بریم که بازش کنیم. فکر میکنم یه کتاب 3 جلدیه و از این کتاب های کمیک عکس داره تا اونجایی که من میدونم. یه کتاب 3 جلدی این شکلی، این البته برعکسه، شکلی که خیلی قشنگه. کلا این کاراکتر روحو خیلی دوست دارم، همیشه اینجور بوده. از خود شکل روح خوشم میاد که اینجوری درستش میکنن و مشخصاً قراره خیلی از این کتابا خوشم بیاد. این شکلیه. فکر میکنم یه چیز روانشناسی داره اینا، حالا باید بخونم ببینم چجوریه، ولی تعریفی که ازشون شنیدم اینه که برای کسایی که حالا تنهان و یه همچین چیزی، البته نمیدونم دقیق، خودم که خوندم بعد بهتون میگم حالا، ولی خلاصه که خیلی قشنگن، خوشم اومد ازشون.